دنها دمشی بردوام کل سر جاده چل متری دستی بکیره کو بردن بارگاه نتوین هفگرتی افخو پیشاندانه ده بردوام هبیتن کو بردن یو ان ده خو پیشاندانه که دا چندین دروش من جدا جدا اوانه هر گرتی ندنها دا آلیگرین پککی و نوینرن هدف و تفگر آزادی بو ایدانه کرنا سال روژا دست سر کرنا ربر پککی مشیک لدار خست بو بر بارگاه نتوین هفگرتی و تدا دخواست کرن ربر پککی عبدالله و جلان بهت آزاد کرن و دخواست جرک خرا و نتوین جهانی کرن کو به دگ نمینن لهمبر او استعمال گلی کرد دهتا کرن ایرو روژا راشش بو گلی کرد اون زانن 18 سال وگر کمپله نو نتوی سر ربر آپو yani ایرو کرده هم کاریم بیشتر تواهی جهانی باشوری کردستان، لباکوری کردستان، لروجاوای کردستان، روسلات کردستان، هر وال روسیا، امریکا، اروپا، همه دوای جهانی ایرو مشو خواهشاندان و هر وها نرازیبون هم بری کمپلا ناو دولتی هم بری ربرا پو سالوگر آوی 18 ده. لپشتی گهشتنا خواهشانداران بوبر دریه نتوین هفگرتی بیاننامه خواند و داخواست کرن که آلیگرین وانین افروهاتین دست سر کرن جلای آسایشه و بهن آزاد کرن وکی اوان آماجه پت کرن که چوار جه خوبشانداران هاتین دست سر کرن که چندین و نو آلاین پکه که لجن بوینه داواکاری اما تنها آزاد کردنی ربر آپویا هر وها للاین اسایشی هولیره و تنها والکی اما دزگیر کردو به جهاز و به آلا باشتکانه و هیوادارین امانش بزرگترین کات آزادیان کن پیرس دویان گرتوین امروز دوانی تریان گرتوین هیوادارین آزادیان بکن لبروی اما ریپیوانه کی آشتیانه یا داوای آزادی خوازانه یا با یک بونی گلی کرده لبه خاکی آزادی بسرکه ام جی دبن به آزادی ربر آپو ام جی دیلگرتینه وقتی جنکا کرد دبیجن کو ام هر یک ببین صوتک کی آگر و تکه نوا دشمنا حتی ربر آپو آزاد نبه لمجی سکن حرامه عبدالله جلان لپازده شباط سال 1999 لنایروبیا پایتخت کینیا رواندن به بالافر کتایبت جبوگرا و امرالیا ترکیه هاتا و گواستن به دادگاهی کرنا یکمین دا جزای داروا کرنه به سر هاتا سپاندن پاشی لدادگاه هاتی هلچونه جزاوی کرنا گرتنا هاتایی و دمی 18 سالانه به زندان کتاک کسی دا یا گرا و امرال دایا ایاس عبدالله NRT هولیر